میبخشید ناملای عزیز، همین سوال من در جواب گردانید. دجال چیست معنایش که مرا یک بچه دجال میگوید؟ دجال این بسیار نامی بد است و دجال خودش کافر است. این یکی از نشانه های ساعت است، یعنی قیامت است که دجال میبراید، مردم گمراه میکند. یک برادر دجال گفتند یا یگان لقب دیگر ماندن، خداوند در قرآن به شما خبر میدهد ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. خدای شما به شما میگوید هر وقتایی که اگر یک برادر شما نمازخوان باشد، مؤمن باشد، مسلمان باشد، در او لقب نمانه، زیرا اینکه بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایماندار است آدمی که از خدا میترسد، این بدترین نام است برای آدم ایماندار. وقتی او را تو دجال میگوی یا یگان لقب دیگر میمانی بر او. اگر شما میگد خداوند با همین گناه خود توبه نکنید، شما از گروه ظالمان هستید. یکدیگر را لقب نمانید، یکدیگر را نامش بگیرید، فریاد بزنید. السلام علیکم. داملای محترم، ناخونی دست و پای و موی سر را در تگ پای پرتافتن ممکن یا نه؟ بعضی آدمان نافهم میگویند که درست است. همین را میفهمونید التماس داملای عزیز. البته این چیزایی هستند که از وجود آدم هر چیزی که جدا می شود، اینا را ما و شما زیر خاک کردنش سنت است. در زیر خاک بمانیم، از اوی که در قد راه می پرتاییم، خواه ناخون است، خواه مثال موی سر است، خواه موی کدام جانبی که نباشد، اگر اینا را زیر خاک اگر ما و شما دفن کنیم، این بهتر است از این که ما و شما در قد راه می پرتاییم.